در روزگاران قدیم پادشاهی یک وزیر عاقل و زیرک داشت. یک روز پادشاه همراه با این وزیر قصد شکار آهو داشتند. به همین خاطر سوار بر اسب راهی دشت و بیابان شدند. وقتی رسیدند به سمت آهوی تیر پرتاب کردند، ولی از قضا از آنجا که آهو زرنگ و تیز رو بود، هرچه پادشاه و وزیرش تلاش کردند هیچ کدام از تیرها به آهو نخورد و فرار کرد. گرچه شاه و وزیرش به دنبال آهو رفتن، اما فایده‌ای نداشت و آهو فرار کرد و ناپدید شد. به هر حال شاه و وزیر خسته و کوفته به مسیرشان ادامه دادند تا با یک روستای سرسبز و آباد مواجه شدند. این روستا درخت‌های سرسبز و پرباری داشت، به طوری که تمام شاخه‌های درخت پر از میوه‌های رنگ رنگی بود. بنابراین پادشاه و وزیرش کنار جوی آبی زیر درخت میوه‌ای نشستند تا کمی خستگی رفع کنند. از قضا اهالی ده از آمدن شاه و وزیر خبردار شدند. به کدخدا خبر دادند و گفتند امروز ده ما میزبان شاه و وزیر شده است. کدخدا فوراً به اهالی ده دستورات لازم را داد، به طوری که در کمتر از 1 ساعت یکی از روستاییان برای شاه و وزیر غذا آورد، دیگری شربت، آن یکی کباب و چند نفری هم ساز و دهل زنان به نزد آنان رفتند و به خوبی و محترمانه پذیرایی کردند. با اینکه شاه و وزیرش به خاطر از دست دادن آهو ناراحت و خسته بودند، اما با دیدن این همه پذیرایی و سرسبزی و آدم‌های مهربان خوشحال شدند و شکار را فراموش کردند. شاه و وزیر بعد از آنکه حسابی خستگیشان درآمد بلند شدند و از روستا دیدن کردند. شاه رو به وزیرش کرد و گفت فکر نمی‌کردم وسط این بیابان روستایی به این آبادی و خوش آب و هوایی وجود داشته باشد. وزیر گفت بدون شک این ده کدخدای خوبی دارد و مردمش قانون مدار هستند. شاه گفت رعایت قانون و کدخدای خوب با سرسبزی و آبادانی روستا چه ارتباطی دارد؟ وزیر گفت 1 سال به من فرصت بدهید تا در عمل جواب شما را بدهم. شاه قبول کرد. وزیر رو کرد به اهالی و گفت شاه از دیدن روستای آباد و پربرکت شما خیلی خوشحال شده است. فکر می کنم هر یک از شما اهالی این روستا آدم‌های با فهم و شعوری هستید. به همین خاطر شاه دستور داده این روستا نیازی به کدخدا ندارد و مردم خودشان می توانند روستا را بچرخانند. در حقیقت از امروز به بعد همه شما کدخدایید. اهالی روستا از اینکه این همه در مورد توجه شاه و وزیر قرار گرفته بودند خوشحال شدند. شاه و وزیر وسایلشان را جمع کردند و سوار بر اسب‌ها شدند و به طرف کاخ برگشتند. آن شب در روستا همه خوشحال بودند. فردای آن روز کدخدا طبق عادت مسئول آبیاری را صدا کرد و گفت برنامه تقسیم آب را بیاور ببینم امروز آب رودخانه باید به باغ کدام یک از اهالی روستا برود. میراب لبخندی زد و گفت من دیگر مسئول آبیاری نیستم. همانطوری که شاه دستور داده خودم برای خودم یک کدخدا هستم و دیگر کاری با قانون و برنامه شما ندارم. و آبیار دستیارش را صدا کرد و گفت آهای پسر، سری بید و کلنگ را بردار و آب رودخانه را به طرف باغ خودم بفرست. دستیار میراب هم لبخندی زد و گفت از امروز من خودم کدخدا هستم و میدانم که چه کاری باید بکنم. نیازی هم به در برنامه بودن و با دستور شما زندگی کردن و کار کردن را ندارم. به هر حال از آن روز به بعد آسیابان هم کارش را رها کرد و گفت من آسیابان نیستم، کدخدا هستم. نانوا هم در دکان نانوایی‌اش را باز نکرد و گفت من کدخدا هستم، دیگر نانوا نیستم. هیچ کس حاضر نشد طبق قانون و برنامه قبلی مطابق آنچه که کدخدا میگفت کارشان را پیش ببرند. هر کس فکر میکرد که خودش کدخداست و بقیه باید به دستورهای او گوش بدهند و عمل کنند. به این ترتیب کارها اصلاً پیش نمیرفت. آب رودخانه‌ها به هیچ باغی راه پیدا نمیکرد
و همینطوری این آبها فقط هدر می‌رفت. هیچ کس حاضر نبود حرف دیگری را گوش کند. هر کس به دیگری دستور میداد و هیچ دستوری هم اجرا نمی‌شد. اهالی ده با یکدیگر دعوایشان شد. همه اهالی ده فرمانده و کدخدا شده بودند. 1 سال به همین صورت پیش رفت. سال بعد شاه و وزیرش دوباره به طرف آن ده آباده راه افتادند. شاه میگفت مطمئن باش که هیچ اتفاقی توی روستا نیفتاده و روستا همچنان سرسبز است. وزیرش هم میگفت کمی صبر داشته باشید تا جواب سال پیش شما را بدهم. وقتی آن دو به روستا رسیدند از تعجب شاخ درآوردند. هیچ اثری از آن روستای سرسبز، باغ‌های پرمیوه و آباد نبود. مردم روستا همه ضعیف و لاغر و کثیف شده بودند. نه حمامی حمامش را گرم می‌کرد و نه نانوایی تنورش را. شاه خیلی ناراحت شد. به وزیرش گفت چه بر سر این روستا آمده؟ چرا دیگر از آن همه شادی و آبادی و نعمت خبری نیست؟ وزیر گفت وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می شود. یعنی وقتی در جایی هر کس فکر کند که خودش کدخداست و حرفش قانون است، نباید هیچ برنامه و قانونی را رعایت کند، همه چیز خراب می شود. وزیر اهالی روستا را جمع کرد و قصه را برای آنها گفت. بعد هم به همه دستور داد که مثل گذشته زیر نظر کدخدا به کار و فعالیت مشغول شوند. از آن روز به بعد هر وقت بخواهند اهمیت قانون و برنامه و رعایت قانون را گوشزد کنند به این ضرب المثل که وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می شود اشاره می کنند. همراهان همیشگی، اگر از داستان‌های کانال خوشتان آمده ما رو سابسکرایب کنید و داستان‌های جدید رو با کانال حکایتگران دنبال کنید.